سلام و درود اشکای من، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه داخل چنل پارسافیلیکس. آقا ما الان اردبیلیم، آره اردبیلیم، اومدیم که شورابیل اینجا رو با هم بگردیم، یه سری خریدا بکنیم و همین دیگه، یه ولاگ داشته باشیم. گفتم شما هم اینجا رو ببینید که اگه اردبیل تشریف آوردید حتما اینجا هم بیاید. و اینکه خب همین اینقدر هوا سرد بود من دورس پوشیدم، یعنی در این حد میدونی این درست الان ساعت هلوش 1-2 است خب، ولی همچنان هوا سرده و اینکه خب دیگه باید لباس اینا بپوشیم دیگه. آره همین، یا کامنت و اشتراک فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. جی خوشیب شدم و ناموسم بهم میاد، نه درست بهم میاد، یکم شبیه این بچه مثبتا شدم ولی خب خفنه، خوبه، دوست دارم. یه خیلی دارم حرف میزنم، بریم سراغ ویدیو. همینه دیگه، همینه داداش، همینه. بریم ورودی اینجا رو پیدا کنیم، بریم داخل و خب کل اینجا رو براتون میخوام نشون بدم، کلی قراره اشغال کنیم. دایی ما یه سر بریم اینجا قایقرانی، بعد براتون اونجا هم ویدیو میگیرم، برم بلیطای قایق اوکی کنم، بعد اسمش چیه این چیزه یادم رفت اسمش، اونو بپوشیم و بریم سوار قایق شیم دیگه. با ما همراه باشید همچنان. ماچ بهتون. حاجی بچگونه بود من برداشتم. کار جمعه، فقط این زیپش خرابه برا من زیپش خرابه. کار جمعه بدترین جای ممکن نشستم، یعنی تو این قایق از اینجا بدتر نبود من نشستم اینجا، دقیقا اینجا. حاجی کلا خیس شدم، وسایلم پیگاه چیز شد، خراب شد. حاجی حس میکنم توی جی تی ای وی تو دریا، دقیقا همون حسو دارم. اطرافم هم شهربازیه، دقیقا یاد اون قسمت جی تی ای وی میافتم، ساحل. آقا دمت گرم، خسته نباشی. ما خیسمون کرد کلا، چرا شیرازی گفتم؟ کلا خیس شدم حاجی. یه بابا نخواستم حاجی. ایرپادم خیس شد، موبایل خیس شد، همه چی، دوربین خیس شد، منافت خیس شد. عالی بود، از این بهتر نمیشه. آقا یورون میاد. ممنونم، تشکر. عالی بود. خیس شدم بابا، یارو کرم داشت، بعد هی میگرفت چپ و راست که آب بپاشید. ما خب مشی نکن دیگه بابا، ما آدمیم آخه. دهنت سرویس و چی. من کلا خیس شدم. منم نشسته بودم پشت گوشه، اونجایی که
قشنگ توی آبی اون قسمت نشسته بودم. ولی خب دیگه هرچی بود به جون خریدیم رفتیم دیگه، همینی که هست. مهم اینه که شما حال کرده باشین. ولی حال کردم با اردبیل، خیلی تمیزن، خیلی با فرهنگن حاجی. من خودم هم ترکم ها، خب ترک زنجانم، ولی با اردبیلیا حال کردم، عشقن حاجی، دمشون گرم. خیلی تمیزه شهرشون، خیلی تمیزه. این بره به اون در که یه سری شهرها خیلی کثیف و آشغالن و مردمشون هم واقعا آدمای کثیف و کلا بی فرهنگی ان. خیلی تمیزه اینجا، دمشون گرم، واقعا دمشون گرم. عالی عالی. روحیه‌شون هم خیلی دوست دارم، خیلی آدمای پایه‌ای ان. در کل که خفن حتما بیان. اگه نیومدین، اگه اومدین دوباره بیاین، جای خفنی، خیلی جاهای تفریحی دیگه. حاجی ماشینمو پیدا کردم بالاخره، خدایا به آرزوم رسیدم. بریم اجازه بگیریم بریم میتونیم سوارشیم. آقا سلام. بالله سمینا بالله. بالله سمینا بالله. پشیمون شدم، برکن بریم سوار همیشیم. اتوبوس رسید. آقا یه بریم کابین اینو ببینیم. حاجی فرمون پرشیا روشه، اتاق 405 نیست. حاجی داشبورد 405 بابا. کپی رایت سایدی ما سانتی ما رو. کپی رایت بس، کپی رایت یوتیوب، کپی رایت رو بردار یوتیوب، دون کپی رایت. دور دریاچه.
بس خدایا دیوونه شدم. وای حاجی وای وای. تا اینجای کار مرسی که ما همراه بودیم. تا اینجای ویدیو میگم، تا اینجای کار منم دیوونه دارم میشم حاجی. صدا مدامینا گرفت انقدر اونجا عرض دادم. نهایت انرژیمو گذاشتم برای این ویدیو. اگه میخواید بیایم شهربازی شورابیل، همون جایی که تو شاتای قبلی دیدیم، اگه میخواید بیایم اونجا کلی اشغال کنیم، تبریک کنیم، ویدیو بگیریم، لایکای این ویدیو رو برسونید به 1K. لایکای ویدیو برسه به 1K، میایم اینجا شهربازی شورابیل اشغال میکنیم. تا اینجا بخوام به دریاچه شورابیل امتیاز بدم از 10 میدم 9. یه نمره چرا کم کردم؟ خدای 10 حق دشه. خب یه نمره رو کم کردم چون بقیه چیزا رو سوار نشدم. نمیدونم چی بودن، شاید بقیه چیزا مثلا بدتر بود، بد بودن، ولی فکر نکنم. خدای همه چی خوب بود، ولی من 9 از 10 میدم. میگم فقط به خاطر اینکه شاید بقیه چیزا مثلا بهتر یا بدتر بود. همین دیگه. همین جای با صفاییه، پارک، مردم میان میشینن، مسافرا، خود اردبیلیا. بعد یه سری بوفه و فلان داره، نمازخونه داره، سرویس بهداشتی، شهربازی، سر. خودتون دیدین دیگه تو شات‌های قبل و ویدیوها. اینجا جای خفنیه، جای باحالیه. من راضی بودم. من واقعا ارزش داره. بیای اینجا، بیای خرج کنی، جدی ارزش داره. یعنی نسبت به قیمتی که تو داری چی می‌کنی، واقعا اینجا به تو یه خدماتی میدن که عشق می‌کنی. همین دیگه. خوبه در کل خوبه. آقا ما متوجه شدیم که اینجا یه جمعه بازارم داره، مثل اینکه داریم میریم اونجا ببینیم که چجوریه داستان، چیا هستش، چیا میفروشن، چی کارا میکنن. با ما همراه باشید دیگه. همین پشماش اینا دوچرخه است ولی 2 نفر است، یعنی باید همزمان پایه بزنید. چیز باحالیه. همه جا باید یه کپی رایت باشه، همه جا. بابا قطع کنید موزیکا رو. به قرآن یوتیوب کپی رایت رو بردار. یوتیوب نمیدونم به یوتیوب گیر بدم، به کپی رایت گیر بدم، مثلا رو مخم همه چی. آقا ما الان تو این بازاریم، بریم یه چند تا شات از اینجا ببینیم، یکم بگردیم، حرف بزنیم باهاشون، ببینیم چجوریه داستان. مرسی. این چیه؟ جوانه گندم ساز طبیعی. یه دونه میخوام. نه خدای خوبه، نه خدای خوبه، نه خدای بده. رفت پایین تلخ شد ولی خوبه. یه دونه از شانس منه. من هر سری شروع میکنم تخمه بخورم، یا اولش یا آخرش باید تلخ بشه، کلا برینه به همه چی. شانس منه. ببخشید.
حلوای سیاه اردبیل بود. خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. بافتش اینه، بافت این لواشک تمر هندی ها میشن، بافتش اینه اونه، ولی خیلی شیرینه. من چیزای شیرین اصلا خوشم نمیاد، ولی بد نبود، خوب بود، خوشمزه بود. به اونایی که چیزای شیرین و فلان دوست دارن چیز باحالیه، خوشمزه است. باجی رفتم دست آبجیم گرفتم خوردم همشو. اون خود پفکیه چیه من نمیفهمم آقا، من آشپزی اینا خوب نیستم. تورده، شوره، شور و تورده، همین، هیچ چیز دیگه ای نداره. نخود سوخاری شده، این پوفیلا میمونه. خیلی شوره، خیلی شوره. ازش باید 2 لیتر آب بخوری که بره پایین فقط. یعنی خانوادم به من هیچی نمیگیره. بچه فامیل داره اکشن فیگور هالک میگیره، دیدین اکشن فیگور طوره ولی سفاله. پدر من اگه داری این ویدیو رو میبینی دیگه وقتشه آقا، اگه منو از یتیم خونه آوردی دیگه بگو، من الان دیگه تحملشو دارم آقا، دیگه عیب نداره آقا، عیب نداره. ما مانیتایز میشیم، خودمون میریم هر گویی که میخوایم و میخوریم، هر مالیدن به گاوی که میشه همه اونا رو خودمون میریم میکنیم بعد از مانیتایز شدن. آره اگه الان سابستراک کنیم مانیتایز بشیم و یا نه تا آخر عمرمون دکمه‌مون اینجوری میخوریم.